طبیعتاً لغو تحریم ها اثر بسیار مثبت و مناسبی در روابط اقتصادی خواهد گذاشت و برای جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس برنامه از پیش تعریف شده اولویت اول همسایگان و اولویت اول کشورهایی هستند که در دوران تحریم با جمهوری اسلامی ایران همسو بودند. لذا دولت اسلامی افغانستان قطعاً در اولویت اول است. توصیه ما همیشه به دوستان تاجر و سرمایه‌گذار ما در طی یک ماه اخیر بوده که ما آمادگی‌های بیشتر داشته باشیم در عرصه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تجارت‌های مشترک و کارهای مشترکی که میتونه با سهولت‌های بیشتری بعد از رفع تحریم‌ها بین دو کشور صورت بگیره. البته تحریم‌ها و موانعی هم که گاه‌گاهی در گذشته به وجود می‌آمد هیچ زمان باعث قطع رابطه تجارتی و اقتصادی بین دو کشور نشد و این دو کشور به لطف خداوند از پیشینه تاریخی در روابط خود در ابعاد مختلف برخوردار هستند که هیچ عاملی نمیتونه دو ملت را از هم جدا کنه.